صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح. ای خدای مهربان و محبوب و ای قدوس یکتا و پر محبت، بر ما ترحم فرما و لکه و گناهان ما را که وجودمان را به سوی فساد و خرابی میکشاند از ما دور کن و ما را از هر ناراستی به دور نگه دار. زیرا که خطایای ما بین ما و توی قادر مطلق حائل گردیده و دره عظیم یعنی جدایی مهیبی را عامل گردیده است. چون تو قدوسی و پاک و از هر گناه و ناپاکی مبرایی و هیچ گناهی هم به درگاه تو راه نخواهد یافت. بارالها اعتراف می‌کنیم که ریشه تمام بدیها و شرارتها و گناهانی که مرتکب می‌شویم ابتدا در قلب و فکر ما جوانه می‌زند. بنابراین تمنا می‌کنیم که به ما قلبی نو عنایت فرما و بگذار با قدرت و قوت تو هر نوع بذر ناپاک را از وجود و هستیمان دور کنیم تا قلبمان پاک و فکرمان منزه از هر شرارت باشد. زیرا می‌دانیم ای خدا که اگر فکر و ذاتمان پاک شود، اعمال و گفتار و پندارمان پاک خواهد بود. بارالها اکنون که توجه خود را به کلام مقدست معطوف می‌کنیم، استعداد داریم که به ما بصیرت و حکمت معنوی عنایت فرما تا از کلامت چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده، یگانه منجی بشریت می‌طلبیم. آمین. عیسی مسیح می‌فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. راهیان حق و عزیزان خدا، درود بر شما. امیدوارم که در این ساعت در فراغ و آسایش دل ساعتی را با ما باشید تا با یکدیگر در عالم معنویت سیر نموده و درباره گفتار آسمانی خدا و تعلیمات جاودانیش که توسط عیسی مسیح یگانه منجی زنده بشریت به ما عطا شده است به تفکر و تعمق بپردازیم. در ادامه مطالعه زندگی نجات دهنده من در برنامه ساعت توجه خود را معطوف به فصل 15 از انجیل مقدس به قلم متی حواری نموده و از آیه اول غذای روح را دریافت خواهیم کرد.
اجازه میخوام قبل از قرائت آیات کلام خدا از برادران و خواهران عزیزی که لطف کردن و برای ما نامه نوشتن صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم و خدمت این یاران مهربان عرض کنم که نامه های شما برای ما بسیار عزیزند و مطمئن باشید که در اسرع وقت پاسخ کتبی براتون ارسال خواهیم داشت. و از فرصت استفاده می کنم و از کسانی که کلام خدا را به زبان فارسی هنوز دریافت نکردند منتها مایل هستند که آن را داشته باشند دعوت می کنم که حتما با ما مکاتبه کنند تا گفتار آسمانی را براشون ارسال بداریم. زیرا هر حقجو و شخص عاقل واجب است که خودش شخصا کلام خدا را بخونه، مطالعه کنه و از خدا یکتا تمنا کند که حقایق آسمانی را برای او کشف نموده و او را در راه راست هدایت فرماید. آدرس رو در پایان اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. کلام خداوند به ما میگوید به چه چیز مرد جوان دل خود را طاهر نگاه می‌دارد؟ به چه چیز مرد جوان دل خود را طاهر نگاه می‌دارد؟ این سوالی بود که حضرت داوود در زبور خود از شنوندگانش می‌پرسد و سوالی است که امروز هر شخصی بایستی از خودش بپرسه و در طلب جواب آن باشه. راستی دوستان عزیز، جواب شما به این سوال چیه؟ یک شخص چگونه میتواند دل خود را از دیدگاه الهی پاک نگاه دارد؟ اگر امروز از اکثر مردم کشورمان و حتی تمام خاورمیانه این سوال را بکنیم و از آنها طالب جوابی بشویم، غالباً این جواب را خواهند داد که اگر من تمام رسومات و دستورات مذهبی را انجام بدم و همه قوانین را مو به مو اجرا کنم، آن وقت خود را طاهر ساخته و در پاکی نیز خواهم ماند. اگرچه هیچ انسانی قادر نبوده و نیست که تمام قوانین مذهبی را انجام بدهد و تا حال کسی نبوده که صادقانه این چنین ادعایی کرده باشه که من تمام قوانین را انجام دادم، ولی دوستان عزیز، عیسی مسیح این عقیده را رد می کند و خط بطلان را روی آن کشیده و میگوید اگر این طرز فکر شما است که توسط انجام رسومات مذهبی و دستورات دینی پاک و عادل خواهید شد، در اشتباه هستید. دقت کنید، او نگاه داشتن اوامر مذهبی را محکوم نمی کنه، بلکه ادعا می نماید که انجام رسومات و تشریفات مذهبی به تنهایی و خود به خود شما را طاهر و پاک نخواهد کرد. و البته این تعلیم مسیح با دیگر مذاهب عالم تفاوت زیادی دارد که البته از آیه 10 به آن اشاره شده. ولی قبل از اینکه در این مورد بیشتر توضیح بدم و جواب مسیح رو به این سوال براتون بیان کنم، تمنا میکنم که به آیات شریف انجیل مقدس توجه خاصی مبذول بدارید که موضوع برامون روشن میکنه. ابتدا 10 آیه اول را خدمتتون میخونم و سپس به سوال و جواب مسیح اشاره خواهم کرد. کلام خدا میگوید و در این وقت گروهی از ملایان یهود و فریسیان از اورشلیم پیش عیسی آمده از او پرسیدند چرا شاگردان تو آداب و رسومی را که از پدران ما به ارث رسیده است نادیده میگیرند و بیش از خوردن غذا دستهای خود را نمیشویند؟ عیسی به آنان جواب داد چرا خود شما برای اینکه آداب و رسوم گذشته خود را حفظ کنید فرمان الهی را میشکنید؟ مثلا خدا فرموده پدر و مادر خود را احترام کن و هر کس به پدر و مادر خود ناسزا گوید باید کشته شود. اما شما میگویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه برای کمک به شما بدهم وقف خدا کردم، دیگر او مجبور نیست به این وسیله به آنها احترام بگذارد. شما اینطور قانون خدا را به خاطر آداب و رسوم خود نادیده گرفته اید. ای ریاکاران، اشعیای نبی درباره شما خوب پیشگویی کرد وقتی گفت که این قوم با زبان خود به من احترام می‌گذارند اما دلهایشان از من دور است. با زبان خود به من احترام می‌گذارند اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیهوده است، زیرا اوامر انسانی را به جای احکام الهی تعلیم می‌دهند. اگرچه در این آیات ما مستقیما پاسخ به سوالمون مبنی بر این که به چه چیزی آدمی قادر است دل خود را طاهر سازد نمیابیم، اما این آیات آغازگر و یا بنیانگذار جوابی است که عیسی مسیح قصد دارد به ما بدهد.
در این 10 آیه اول می‌بینیم که ملایان دینی یهود که دائما در پی عیسی مسیح بودند تا ایراد از او بگیرند، از او به خاطر اینکه شاگردانش دقیقاً مطابق آداب رسومی که جزو قانون‌های دینی در آمده بود انجام نمیدن، ایراد و خورده میگیرن. یعنی آنان میبینن که رسولان مسیح دست نشسته غذا میخورن. البته جای شکی نیست که شستن دست قبل از خوردن از نظر نظافت و سلامتی بسیار بسیار مهمه، ولی ای عزیزان فراموش نکنید که دست شستن و یا نشستن ما هرگز کوچکترین اثری در نزدیک شدن و یا دور شدن از ما با خدا نداره. به عبارت دیگر اگر دستتو بشوری یک قدم شما رو به خدا نزدیک نمیکنه و یا اگر نشوری شما رو از خدا دور نمیکنه. دست شستن یا نشستن هیچ ربطی به رابطه شخصیمون با خدا ندارد، بلکه فقط جنبه بهداشتی داره و هیچ ربطی به معنویت نداره و البته بسیار خوب و مفید و لازمه که قبل از اینکه غذا بخورید دستتون رو بشورید. اما رؤسای دینی یهود این موضوع و موضوعهای مختلف را معیار مذهبی بودن مردم کرده بودند و 1001 قانون امر به معروف و نهی از منکر به وجود آورده بودند که به طریقی آن را به قانونهای خدا ربط داده بودند و میگفتند که مثلا یک خداپرست باید با دست راست غذا بخوره و با دست شسته و یا با پای راست وارد خانه خدا بشه و غیره. در غیر این صورت او شخص مؤمنی محسوب نخواهد شد. رؤسای دینی مردم را وادار کرده بودند که از این قانونهای ظاهری پیروی کنند و آن را از واجبات مذهبی شمرده بودند. ولی راه و روش عیسی مسیح با آنان متفاوت بود. عیسی مسیح در پاسخ به ملایان یهود توجه آنان را به این نکته بسیار بسیار مهم جلب میکنه که این قوانین ظاهری نه فقط شخص را از خدا دور نمیکنه، بلکه چه بسا دیواری شده برای مردم تا آنچه که خدا از آنان انتظار دارد را انجام ندهند. دقت کنید، عیسی مسیح توجه ملایان و یهود را به این نکته جلب می‌کند که این قوانین ظاهری نه فقط شخص را از خدا دور نمی‌کنه، بلکه چه بسا دیواری شده برای مردم تا آنچه که خدا از آنان انتظار دارد را انجام ندهند. او میگوید شما آداب و رسومات را خیلی خوب و با کمال دقت انجام می‌دهید، اما دستورهای خدا را که بسیار مهمتر از این آداب و رسومه زیر پا میگذارید و سپس برای آنها نمونه میآورد. میگوید کلام خدا فرموده است که پدر و مادر خود را احترام بگذار و یکی از طریق‌های احترام گذاشتن همانا یاری دادن و خرج نمودن برای آنهاست و یا مساعدت نمودن آنان مخصوصا در ایام پیری و ضعیفی است. میگوید در غیر این صورت مطابق قانون بایستی کشته شوند. ولی شما یعنی رؤسای مذهبی دینی به مردم میگویید حتی اگر پدر و مادرتون محتاج نانن، اگر پولی را که باید خرج آنها کنید بیارید به وقف خانه خدا کنید، آن وقت خداوند هیچ وقت شما را به خاطر این لطفی که به خانه خدا کردید محکوم نمیکنه. مسیح میگوید شما با این قانونی که به اسم خدا و برای خدا وضع کرده اید دستور خدا را زیر پا گذاشتید. دوستان، از این آیه مسیح که می‌فرماید می‌بینیم که رؤسای مذهبی به ملت میگفتن شما باید حتما خمس و زکات و 10 از اموال خودتون رو در راه خدا بدهید، حتی اگر پدر مادرتون و یا فرزندانتون گرسنه باشن. حالا چرا این دستور رو صادر کرده بودن؟ تا جیب خودشون پر بشه. ولی عیسی میگوید چراغی که به منزل رواست به خانه خدا حرام است. یعنی خدا راضی نیست شما پول کسی که محتاج است برای او به مصرف برسانید. خدا نمیخواد که ما پول خانواده پدر مادری که گرسنگی دارن زجر میکشن به اونها ندیم بعد بریم در راه خدا صرف چیز دیگه کنیم. خدا میفرماید درست نیست که پدر و مادر پیر و محتاج خودت را گرسنه بگذاری و بعد پول را در راه خدا به اماکن مقدسه ببری. اشتباه است که از نان سفره خودتون قطع کنید و اعضای خانواده‌تون رو گرسنه بگذارید و اونا گرسنه بخوابن و بعد آن را در راه دیگران یا حتی در راه خدا صرف کنید. در واقع خدا میخواهد که هر کسی به فراخور حالش در راه او هدیه بدهد، نه اینکه از مال دیگران بردارید و به خدا بدهید. اگر میخوای از مال خودت بدهید حرف دیگریه، ولی نه از مال دیگران. بعد عیسی مسیح رو به رؤسای مذهبی کرده و آنان را که سر مردم شیره مالیده بودند خطاب میکنه و میگوید ای ریاکاران،
ای حق بازان، ای متظاهران، حضرت اشعیا در مورد شما خوب پیشگویی کرده و یا او شما را خوب شناخته است. چرا؟ چون شما را اینطور معرفی می کند که این مردم با زبان خود به من احترام می‌گذارند ولی دلشون از من دوره. در نتیجه عبادت‌های آنان، اعمال مذهبی آنها از نظر خدا باطل است، چون قانون‌های بشری را به جای دستورات الهی به خورد مردم می‌دهند. دوستان، آیا متوجه مقصود عیسی مسیح شدید؟ او میگوید این مردم با زبان خود به من احترام می‌گذارند. زباناً 1000 بار روزی اسم خدا را بیان می‌کنند و به همه نشون میدن که بله، من خدا پرستم، خدا را دوست دارم، به او احترام می‌گذارم و قانون‌های خدا را انجام میدم. عیسی مسیح میگوید ولی این اشخاص عبادتشون باطله. چرا؟ چون ظاهرشون درسته ولی باطنشون از خدا دوره. به عبارت دیگر، تا از صمیم قلب خدا را دوست نداشته باشیم، تا قلباً باطناً به خدا نزدیک نباشیم، تا قلباً عاشق خدا نباشیم، هر چه کنیم بیهوده است. و ای کاش ای عزیزان متوجه این حقیقت بشوید. به خودتون نگاه کنید. حقیقت هم اینه که اگر قلباً با تمام وجود و هستیتون عشق به خدا داشته و به اون نزدیک باشید، حتی اگر قوانین و رسومات به ظاهر مذهبی را انجام ندهید، باز مقبول پسند خدا هستید. چرا؟ چون آنچه که ما را از نزدیک شدن و مقبول پسند خدا بودن باز می‌دارد درون قلب ماست، یعنی دوری قلبیه و نه انجام ندادن رسومات. برای اینکه قلب ما از عشق به خدا لبریز باشه و به خدا نزدیک شویم، ما بایستی اول قلبمون را پاک کنیم، نه ظاهرمان. وقتی قلب رو پاک کردیم، آن وقت به طور ناخودآگاه و طبیعی ظاهرمون هم پاک خواهد بود. ولی دوستان، اگر قلبمون پاک نباشه، به خداوند نزدیک نخواهیم شد. برای نزدیک شدن به خدا، باطناً به خدا نزدیک شویم، نیازمند قلب پاک هستیم. حالا شاید سوالی که در ابتدای برنامه از شما کردم رو میتونم اینطور تغییر بدم و بپرسم که چگونه میتوانیم صاحب قلبی پاک شویم؟ چون اگر جواب این سوال را بیابیم، جواب سوال اول خودمون رو که به چه چیز مرد جوان دل خود را طاهر نگاه می‌دارد رو خواهیم یافت. چگونه میتوانیم قلب خود را پاک نگاه داریم؟ چرا؟ چون قلب پاک نگاه داشتن ما را به حضور خدا میرسونه. جواب را از خود عیسی مسیح استاد و منجیمان و مظهر قدوسیت بشنوید. از آیه 10 الی 20 براتون میخونم. آنگاه عیسی مسیح مردم را پیش خود فرا خوانده به ایشان گفت: به من گوش دهید و این را بدانید که انسان به وسیله آنچه میخورد و مینوشد نجس نمیشود. انسان به وسیله آنچه میخورد و مینوشد نجس نمیشود، بلکه آن چیزی که از دهان او بیرون میآید او را نجس میسازد. آن چیزی که از دهان او بیرون میآید او را نجس میسازد. در این وقت شاگردان پیش او آمده گفتند: آیا میدانی فریسیان از آنچه گفته ای ناراحت شدند؟ عیسی جواب داد: هر نهالی که پدر آسمانی من بر زمین نکاشته باشد از ریشه کنده خواهد شد. آنها را به حال خودشون بگذارید. آنها کورانی هستند که راهنمای کوران دیگر می باشند و هرگاه کوری راهنمای کور دیگری باشد، هر دو به چاه خواهند افتاد. آنگاه پتروس به عیسی گفت: معنی این جملاتی را که فرمودید برای ما تعریف کن. عیسی فرمود: پس شما هم هنوز این چیزها را درک نمی کنید؟ آیا نمی فهمید که هرچه از راه دهان وارد بدن شود به معده فرو می رود و پس از آن به مزبله ریخته می شود؟ اما چیزهایی که از دهان بیرون می آید از دل سرچشمه می گیرد و آنها هست که آدمی را نجس می سازند. زیرا افکار پلید، قتل، زنا، فسق، دزدی، شهادت دروغ، افترا، همه اینها از دل سرچشمه میگیرند و اینهاست چیزهایی که آدمی را نجس میسازند و از خدا دور میکنند، و نه اینکه غذا خوردن با دستهای نشسته. ای عزیزان،
عیسی مسیح با بیان این آیات توجه ما را به نجسی حقیقی و نه ظاهری جلب می کند. رؤسای دینی یهود اگر کسی دستش را نمیشست و غذا میخورد او را نجس و ناپاک میشمردند و نجس و ناپاک یعنی کسی که مقبول پسند خدا نمی باشد و یا کسی که برخلاف قانون خدا رفتار نموده باشه. یهودیان شاگردان عیسی را به خاطر نشستن دستها قبل از غذا خوردن نجس حساب کردند، ولی عیسی مسیح توجه همه را معطوف به نجاست حقیقی و نه کثافت جسم می کند. می گوید به فرض شما با دست ناشسته غذا خوردید و غذا آلوده گردید، اما این آلودگی از بدن خارج میشه و از بین میره. ولی آلودگی که در دل و فکر و افکار شخص است، این آلودگی است که آدمی را نجس و ناپاک میسازه و از خدا دور میکنه. چرا؟ چون قلب بشر مرکز و شخصیت و هستی و ثقل او را تشکیل میدهد و اگر دل ناپاک باشه شخصیت و ذات شخصم ناپاک خواهد بود. و بعد به شاگردانش میگوید حرفای بد از دل بد بیرون میآید و این حرفای بد است که شخص را از نظر خدا نجس میکنه. وقتی دل ناپاک باشه این چیزها از دل آدم بیرون می آید و تمام این چیزها آدمی را در حضور خدا نجس می سازد. یعنی فکرهای پلید، آدم کشی، زنا، رابطه نامشروع، دزدی، دروغ گفتن، بدنام کردن دیگران، اینها همه عامل نجس بودن در حضور خداست. نه اینکه آنچه ملایان دینی می گویند. نه آب نکشیدن دستها قبل از خدا. این چیزها در حضور خدا شما را نجس نمی کنه، ولی آنچه که در دل است شما را از خدا دور می کند. ای عزیزان، شما که اشتیاق دارید در حضور خدا عادل و پاک شوید، لازم است که به این آیات توجه خاص قرار داده و خود را توسط این آیات مورد آزمایش قرار بدهید. آیا دروغ می گوییم؟ آیا فکرهای ناپاک در سرمان هست؟ آیا حس انتقام و کینه در دل خودمون جا داده ایم؟ و اگر به سر شخصی که خوشمون نمیاد بلایی پیش بیاد شادی میکنیم؟ آیا پشت سر دیگران حرفای ناشایست میزنیم؟ آیا زنا میکنیم و یا فکر زنا کردن در سر میپرورانیم؟ اگر حتی یکی از این چیزها در دلمون باشه و یا در فکرمون بپرورانیم، عیسی مسیح میگوید ما نجس هستیم. حالا هر چقدر هم به خانه خدا بروید، هر چقدر هم لباسهای تمیز بپوشید، هر چقدر هم دوش بگیرید، خدا را احترام بگذارید، رسومات مذهبی را انجام دهید، فرق نمی کند. دل ما ناپاک باشه ما نجس هستیم. حضرت ارمیا میگوید دل شخص ناپاک است و بسیار مریض. ای عزیزان، اگر امروز احساس می‌کنید که مطابق معیار الهی و نه انسانی ناپاک هستید و محتاج پاک شدن و می‌خواهید پاک بشید، امروز خدا به شما این فرصت را عنایت فرموده که پاک شوید. بله دوستان، خداوند به شما این فرصت را امروز عطا کرده است و تمنا می‌کنم از این فرصت الهی و آسمانی استفاده کنید. کلام خداوند میگوید شرط اول پاکی پشیمانی و توبه و ندامت است. ندامت از آنچه که در فکر دارید، یعنی توبه کردن. یعنی نه فقط از آنچه که گناه است دست بکشید، بلکه دیگر آن را انجام ندهید و در عوض از خیالات بد فرار کنید و به سوی پاکی و قدوسیت بیایید. و قدم بعد تسلیم شدن است، ایمان آوردن است، تسلیم شدن به آن کسی که قدرت دارد قلب‌های ما را پاک کند، یعنی عیسی مسیح. کلام خداوند میگوید مسیح به این جهان آمد تا با فدا کردن جانش ما را از گناهانمون برهاند، یعنی تا کفاره گناهان ما را بپردازد. خونبهای ما شد. خون او حیات و زندگی جاوید برای بشر برمغان آورده است و او قادر است که ما را از هر گناه و ناراستی پاک کنه. چرا؟ چون کلام خداوند میگوید اگر به گناهان خودمون اعتراف کنیم و به او ایمان آوریم، او امین و عادل است تا ما را پاک سازد و ما را از هر ناراستی برهاند. او امین و عادل است تا ما را پاک سازد و ما را از هر ناراستی و ناپاکی برهاند. دوستان دقت کنید به این کلام خدا چه وعده میدهد. میگوید او یعنی عیسی مسیح زنده امین و عادل است تا من و شما را پاک کنه و من و شما را از هر ناراستی، از هر نجسی برهاند.
و حقیقت هم اینه که عیسی مسیح برای همین دلیل به این جهان آمد. او نیامد تا مذهب تازه‌ای را آغاز کنه و انسان درمانده را گیج‌تر کند. خیر، او آمد تا به کسانی که به او ایمان می‌آورند و به او اعتماد می‌کنند قلب نو و زندگی نو، پاک و عاری از هر گناه عطا کند. او آمد تا قدرت خدا را به ما بدهد. او آمد تا دلهای زخمی و مجروح و ناپاک و گناهکار ما را شفا دهد و پاک سازد. و دوستان، او به زور این کار را برای شما نخواهد کرد. خداوند هیچ کس را مجبور نکرده و نمی کند که از او پیروی کنند. خدا میخواد که من و شما از روی میل و از روی عشق و علاقه، از روی اختیار و از روی اراده و خواسته باطنی خودمون رو تسلیم او کنیم. او ما را بنده نمی کند و بنده هم نمی خواد. او مخلوق آزاد می خواهد. پس دوستان، این من و شما هستیم که باید با آزادی خود را تسلیم او کنیم تا قلب پاک داشته باشیم. مسیح پاک کننده قلب ها و نیت ها و افکار است. سوال مهم اینه که آیا شما قلبت را به او سپرده ای تا پاک کند؟ حضرت داوود سوال کرده، میگوید که به چه چیز مرد جوان دل خود را طاهر می سازد؟ و جوابش اینه که به نگاه داشتن موافق کلام تو. یعنی اگر کلام تو رای خدا در زندگی پیروی کنه، مطیع باشه، ایمان به آن داشته باشه، آن وقت دل خود را طاهر میکنه. چرا؟ چون در کلام خدا قدرت الهی نهفته است. آیا میخواهید امروز از این قدرت الهی بهره مند شوید؟ خداوند مهربان امروز دعوت مهر آمیزش را از شما میکند و ما وظیفه داریم مژده الهی را به سمع شما برسونیم که امروز در عیسی مسیح شما می توانید عطیه الهی را دریافت کنید و زندگی پاک و مقدس و مقبول پسند خدا را داشته باشید. شرطش اینه که شما حاضر باشید دعوت او را بپذیرید. ای عزیزان، اگر می‌خواهید زندگیتون رو امروز به دست عیسی مسیح بسپارید، اگر احساس می‌کنید که بله واقعاً آنطوری که مسیح میگوید پاک شدن ما در حضور خدا بایستی از دل و نیت باشه و می‌خواهید پاک باشید اما نمی‌دانید چطور، ما از شما دعوت می‌کنیم که برای ما نامه بنویسید تا ما شما را در این امر مهم یاری بدیم. ما اینجا هستیم تا شما را یاری بدیم، تا از تجربیاتی که خودمون داریم و از آنچه که کلام خداوند به ما تعلیم داده است شما را آگاه کنیم. ما نمیخواهیم که شما را به زور وادار به پذیرفتن عقیده‌ای کنید. خیر، وظیفه ما رسانیدن پیام است، ولی خوشحال خواهیم شد که بتوانیم شما را در نور حقیقت الهی یاری بدهیم. خدای مهربان یار و یاورتان باد. مسیح زنده با شما باشه و چشم انتظار نامه هاتون هستیم. روزتون خوش باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.